خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید دیگه. آرسام هستم. امروز قراره بریم با هم دیگه 3 دست تورنمنت دیدی. خب اوکی. خب من بذار اسکینو کنم. حالا بذار تغییر میدم. حالا سلام بچه‌ها، چطورین؟ چه خبر؟ خوش اومدین به کانال خودتون. امروز میخوایم بریم 3 دست تورنمنت و با اسکین جدید. اسکینه رو من گرفتم بچه. اون پارت های پیش که گذاشته بودم براتون، من لولم 35 بارده شده 105. الان منم زیاد شدم. خیلی تغییر کرد. اوکی ببین الان ما چیکار باید کنیم؟ باید اودنمون رو بیاریم. اودن اودنمو پیدا کنم. سرپون اودن رو میذاریم که آرسنالمون هم اودن. بچه‌ها تو کامنت ها بنویسید چس بهتره یا که آرام. عاشق اینم ولی خدایش خیلی زیباه. آرسام گردونه رو فول کرد تا بتونه اودنه رو بگیره. آره اوکی. من کرم ما باش میگیم کرم، شما رو نمیدونم چی میگید. از این کی آرمه یا کرمو نمیارم. اوکی اودن رو میارم جاش. اودنش میکنم. اودن بابا عجب سگی. بچه اگه خواستید براتون گرون تا ارزون ترین دست بازی های پلی استیشن میگم، دست بازی های PS5 میگم PS5 موبایل و کال آف پابجی اینا رو براتون بذارید. حتما کانال ما رو دنبال کنید و لایک هم برسونید به 12 تا و تو کامنت هم قلب سبز بذارید. کامنت ها قلب سبز بشه 4 تا براتون میذارم حتما. خب این از من. حالا یه درخواستم به آرش بدیم. بچه اگه خواستید سی پی بخرید از سایت نمیدونم چی بخرید خودم. بچه از اگر خواستید سی پی بخرید حتما بهتون پیشنهاد میکنم از سایت یخچال جم بگیرید. ارزان جم، حالا ارزان جم نگیرید دیگه. ارزان جم یکم کلاهبرداری میکنه. حالا ما دیگه حرفی نمیزنیم توش. ارزان جم من خریدم ولی بهم سی پی ها رو نداد. اوکی از یخچال جم بخرین و من الان اگه اون دو تا سی پی 160 سی پی رو بهمون میداد الان میتونستیم یه نگرنه رو فول کنیم. اسکول بازی. اوکی این من ازن این اسکین خوشم میاد که آرش گرفت. نصیب آرش شد. امیدوارم ایونتش نپره فقط. امیدوارم. خب دیگه استارت کنیم. این ایونت هست. استارت کنیم. بزن. لیتس گو. و اگر تایم اوت نخوری بسیار کار بزرگی کردی. منم نمیخورم. اگه آرش نخوره منم نمیخورم. من نخوردم. من خوردم. وای نه من نخوردم. اوکی تبلت عادت 10 سال پیشو داره سیستم فیلم قبلی. بابا دی چرا من تایم اوت خوردم؟ نخوردی. نگاه کرد درست شد. آرسام نگاهش افتاد به تبلت من درست. خب ببینید الان من مشکلم اینه که من داشتم با اون دست پابجی ها بازی میکردم. پابجی؟ این اومده اینجا. من پابجی فن نیستم. دسته های کالاف و پابجی و فری فایر داشتم بازی میکردم. اینو اینجا بود. اوکی اینو میاریم اینجا. آقا اگه من کلر نشدم بدون که من ببین از کال آف دیوتی خب یعنی چیزی که دوست دارم MP مچ دوست دارم با بیار مچ بتل رویال. خیلی خوب خیلی دوست دارم. بچه گانه جدیدم شاید آرسام تست میکنه ببینیم چجوریه. افنک بهتره یا نه؟ من که میگم افنک بهتره. خب اوکی بچه ببینین آرش سوال دارم. الان من اودنمو بیارم اون رنگیه همون اپیک است. داداش اودن اصلا پیدا نمیشه. شاید این از این گردونه گرفت. میگم گردونه از اون چیزا گرفته. همه اسکین دارن. آرش تو اسکین گوست و لود نداری؟ من دارم و لودش ندارم. اسکینی و لود ندارم به جز اسکینای خودم. اوکی بریم. همین اول دانشم خیلی کار بزرگی کردم. دان نباید چیم بچه‌ها حالا که اومدیم رکورد کنیم مثلا لگ چیه؟ من خوبم. اوکی قابل تحمل. یا کشتنت بزنش گفت. من یه بار بچه با نایف یکیو زدم یه بارم فینیشش کردم. اوکی هدس من یکیو زدم با نایف. اوکی یس یکی با نایف برداشتم.
یکی هم گره من کشه مردم. گره کش با ایکی مردم. میذاریم اینا گیواب نکن رفته تو. آرش گیواب نکن بذار تا زدم با ایکی. خب نه اگه گیواب نکن خودش با تیر بزنه تیر حالا حداقل یکم از تیرش هم میره داداش اینو من هزار تا اسمک میندازه کریم آقا من الان موندم تو دوراهی دو تا انمی از پشت سرم و جلوم دارن میرن به بابا. آره. اوکی تو من دوراهی برم میگم موندم چی اوکی. ندارم. سگ ندارم. سگ ندارم الله. من حالا حدث دارم حدث داری من. بذارم تو این چی پیدا خوب میشه دارم. خوب دارم. بله پیاردی یا پرو چرا باید من نمیفهمم دقیق چرا باید لگ بخورم لگ خوردم وقتی داشتم پیاده برم. انفورم بردارم. بمیر آشغال اگه میخواین انفور بلک گلدن رویال داشته باشیم به سایت یک شرفم که نداره 11 12 13 14 خفه شو. 20 بپیوندید. آره جان من ساکت شده که اینم بیاد بچه کاستوم سگی هم تو کانال آرسام تا پلی استیشن براتون میذارم کاستوم سگی اتچمنت رو من کاستوم سگی براتون میذاریم حتما کاستوم سگی هم کاستوم های سگی که تو استریم کالا فاز میکنید که اونا که نمیدونم بدون کاستوم سگی میذاریم کاستوم سگی هم میذارم. حالا این هک اصلا جواب نیست به نظرم هک اصلا آقا من چرا نمیرم تو دلایل من همین هک دوست دارم. هکم آرش با پیاردی بزنم یا با حدث ابک از از من ریدم گیواب کنم هرچی من با آرش میگم قاطی اوکی الان من کانام رفت حواسم بهش نبود من روز دارم. من با روز 9 ثانیه داریم اسپکت بچه آرش کانال منو فالو داشته باشین من با روز پاره میکنم. دروغ میگه اصلا کانال نداره بابا دارم کلاسون برم بالا. خب 7 دقیقه است ویدیو هنوز گوی نخوردیم دقت کردی من 1 کیلو نگرفتم. من فکر کنم 2 کیلو من 1 کیلو نگرفتم آقا گو خوردم نزن اومدم. الان میگن چقدر نوبی داداش اومدم عزیزم. آقا جانم ای که شلف کیلو داره کیلو داره دنیلو داشته باشه نمیدونم دنیلو داشته باشه دنیلو من عاشق دنیلو انفور با ای که شلف داداش شاتگان دارم. به دنگانای بچه ها خدا برسه به داده تو کامنت ها. خدا برسه به دادت با قلب سبز تو کامنت ها آرش میشه بیای کمک این تویی؟ آی پاره شدی؟ مرسی بیا همین زدم. برو گم شو بابا اصلا بیا نجاتم. گم شو بابا الان منم دارن میزنم بوز دارن میزننم جانم این ایم نوکر ایمتم بدایی داری بابا هوی بمیر اوکی تکیل بفرمایید من لوت. کجایی چی داره ناموسن چی داره اصلا بیا سمت من. اوکی گذشته. خب برو نزدیکش بزنش خب با تیر نمیتونی آقا برو اسپکت آرشیم من فقط زنده با آرسان پار. ارسامتار به چوخ سگ رفت نه چیز من بند ای خدا 2 کیل گرفتیم چاکا کردیم سیستم آقا من نمیفهمم چرا 2 دقیقه میام تو مرتگم میکنم من چه بیشرفیم بیشرف و یه تخم سگ نه همه اومدن ریختن اینجا آقا آرسان من خودم حروم زاده به اصلا من خودم دارم. دیدی میفهمی یا خدا 2 تا نمیریختن سر بمیر آشغال منو میگی؟ من میرم چی بدم میاد؟ چی؟ اینکه هک آقا هک شدم بی شرف آمو بده آمو ریلود کن گسته رو بزن من ریدم قبرت گست حالا فازن رد نشن بابا کیلو بگیر ای خدا کیلو بگیر کیلو هپا ان
بابا چرا نمیگیره این؟ من نه. بزنش آرش داره به چوخم میده. آخشون دیر بابا. آخشون دیر. بچه دیلم گل شاکار کردم. اصلا گرگه حبشی خیلی خوبه. نوبه یا خوبه. خیلی خوبه. ارسم بی‌ناموسای درقک منو زد. یکی اومد با سینا. آرش میتونی ببینی کجای پدر سگم. ارسم دنیلو تو. ارسم پشت. آشغال بمیر. چرا نمیمیری؟ منم کمکت. تو مردی؟ خیلی آدم بیشتر. این دان شد. بهتره بریم تو همینجا. تویی؟ بابا لیست خوردم بزنم یه لحظه. البته یارو که نمیشه. ارسم دان شدی بریم. دان شدی به چیزامو بردار آرش. چیزام خیلی خوبه. لوتام خوبه. داداش دانی؟ چی زدی؟ ناموسن دانی. مرد. کیلو زدی؟ کشتی. الان تو مردی گیواب کردی. خب اجازه میدادی بیام. گیواب نکردم یارو زدم. اوکی. پس گرگه حبشی خیلی قویه. یعنی نمیای تو دیگه الان. دیگه نمیای. کشته شدم. گرگ حبشی هم مرد. فقط من بدبخت بیچاره فلک زده موندم. اومدم باشه چشم. اون گرگ حبشی هم مرد. چیز این چیه؟ این یارمونم اومد پس اوکیه. یاره سگی. بچه ها بیای پیش ما. خوب الان بیا. بیام. آره 117 بردارم یا دنیلو. من ریدم تو وضعیتت. به قرآن ریدم تو وضعیت. آرش یه جا کم کن. مردی؟ نه من کمپ. ناموسن مردی؟ چه تو مالا؟ من کمپ سگیه. گو خوردم. هر کی بیاد پارست. من اینجا کم میکنم. چند نفر؟ 7 نفر میشه. 4 نفر باز 2 نفر که شما یه دو نفر موندن با 4 نفر. اصلا فینیش شد. گو نخور بابا. آرسنال هم نصیب نشد. ناش ایناش پوفیوز. آرش شاتگان داره. آرش به قرآن اچس داره. اچسشو بردار. اچسشو بردار. چیز میزد. آرش بی‌ناموس اومد. اوی چی داره؟ آرش کوزو خود چرا میری بیرون؟ اینا آرش بیا بزنش. خاک تو سرت. خاک تو سرت. من اومدم. خاک تو سرت. بابا نمورد با چیز. خاک تو سرت. آرش چه دادیم؟ من فکر کردم دادیم. توف تو روت آرش. توف. چرا میری تو؟ ای وای سیف. من اسکین دارم بابا. یارو اسکین نداشت. آرش توی داری میزنی؟ نه آرش بیا اینور. اینه یارمه. یا کمپی لو بده. منو زد. اصلا ببین به شرف زدش. بی‌ناموس. نوکرتم. من ببینم بشیم به دلیل اون وین میشیم. حاجی زد. منم. این تویی؟ عبارت سخت منم. اسپکتم تو؟ نوکرتم. اونو بزن. اونو شرش. بزنش. من چیزش ندارم. بزنش. لودش من ندارم. روبوسم پشمو. آرش میشو. من 3 دست مولتیه. میگم مولتی. اونا آشالش همشون چیزن. چی بهش میگن آرش؟ ای خدا. من اما دیگه ناکن. بردیم. وینر. پشمو. آرسام یه فاینالی زدم. خیلی کیلر شد ناموسن. اینجوری حاجی بخش اونم چی تورنمنت که همه ترای هاردن. جان تا الان برای تورنمنت خوشحال نشده بودم. آرسام یادته با کرم نتونستم 4 نفر اسکواد بودن. اون سیف چیت بود به چوخ رفت. من 4 کیل نشدم دوم. نگاه کن مستر 3. ای وای من یه ذره دیگه مونده به گرند مستر.
با چه کار شاخی کردم من. واسه من اسکین رو میشه بگیره. باشه اگه اسکین خب آرش بعد بهم درخواست بده. صبر کن حاجی آرسنالمون نشه تو ما آرسنال چیدم. ناموسن بچه‌ها بشه تو اگه شما هکرید اینا رو هک کنید. واقعا داره اذیت میکنه. چوخمون داره سنسی پولو با ماهی گوزه بابا چی میگم حاجی من دارم اسکینا رو میگیرم. یه کوتله مونده چی ماشی باشه ریدیم بچه اگه دوست داری سی پی رایگان بگیرید منو ماچ کنید. میگوزم به چون واجد کنم. خب بچه الان من چیکار خواستم بکنم مثلا خواستم چیکار کنم قد گو خوردی نفهمیدم چیکار داداش داشتم چیکار میکردم آسان به من درخواست میدادی که بریم نه ادامه توف درود بچه. یه دقیقه وایسا بچه اگه میدونید تو کامنت بریم کامنت گیری به زور بیا آسان 100 مگابایت نالک بچه ها اگه دوست داری نسخه بچه یه گیف کارت $10,000 بذاریم واسه بیا برو گم شد دیگه بزن بریم میهاتی بچه ها تا این میاد من برم بیا تو حرف بزن سلام بچه جن هستم خوردم نه بچه صفحه آرسان گوگولیه کوچولو اما خیلی کیفی اینم ایکی چجوریه بله آخه گوگولی نگوش کن ده صفحه اینا اینجوری بازی میکنه شروع شد من نوشمک آوردم دلتون نه اگه دوست داری فوت بلاگر بشین تو کامنت ها بنویسید ها؟ فوت بلاگر فود آرسان بیاد وسط این یه ASMR هم برو آرش گوشمو نکن لطفا تو اینجا بابا بیا برو گم شو بازی تو بکن بچه اگه پویزنه میخوایم تو کامنت ها واجی من بدون اطلاع تو اومدم دستم گرم نیست داداش ایزیه دستم گرم نیست سیل دارم نه میگم دستم گرم نیست الان منم دستم سرده میگم دستم گرم نیست بیناموس چرا اسپکتم کردی بی شرف مردی وردار گوزو کیلو اول کار آرسان کیلو چست رو برد من اگه سین داشته باشم اولی من الان فشاری هم من هر چیز دهنم در میاد بهشون میگم سر چرا؟ بابا بدون اطلاع من میره بطل خدا وایسا اوکی اسلوت فشاری دارم من اسلوت فشاری بچه اگه میخواین داستان اسلات فشاری رو کشتش بی شرف زدمش کشتش بی شرف ناموزن خیلی گل خوشحالی آرسان پدر سگی آرسان بی شرف فوش نده هر وی حالا من الان بهم چند کیل دارم چند کیل داری 10 کیل گو نخور 2 کیل دارم هر انمی میخوام بجورم هی نیست به قرآن آرش همه رو زده
اگه میخواین CN44 رو متیک رو رایگان بگیرین بیاین حتما فوش بدید تو کامنت ها، فوش به آرش بنویسید. آره. چشم. با ارسا هم میگم فوش بده، اونم گناه داره. فوش بچه سلامت. بی فانوس. گفتی فوش بچه سلوات دیگه، درسته؟ من بچه ترم از تو. گوز مغز. آشقال کجایی؟ اونجا کیلوزی میخوام بکنم. سلام. سکیل. سکینه. کدوم سگ؟ آرش برای من لود نیست، بزنش. کسی بود بزنش، لود نیست. نام. از شام بریم میسو امتحان کنیم ببینیم بهتره یا نه. بچه کاستوم سگی خواستید به من بگید. آره. کاستوم سگی من آخرم نفهمیدم چیه. پیاردی؟ بچه بیاید توی این روبیکام، تو پیوی روبیکام هر سوال خواستید بپرسید. البته من چه یکم نوبم. بابا کیلوزی میخوام بکنم. بچه اگه لایک های ویدیو به 1000 میلیون برسه من خودم میکشم. میکشی؟ آره میکشم. ناموسن میکشی؟ آره میکشم. ناموسن میکشی؟ یکی بوده ایکی بر نداشت. بی ناموس. ایکیشو برده. ناموس. آرسوم یادش بخیر یکی اچس متیک بود داشت. متیک داشت. ببین پشمام چه هستی. خب آقا من مسخره بازی در نمیارم. آقا انمی نمیبینم. انمی ها قلده. آقا میخوای 3 دستشو کنیم 2 دستشو؟ من خیلی سخته اینو آپلود کنم. 3 دستشو کنیم 2 دست. یه دست دیگه میریم میشه 3 دست. بچه دیدید من چقدر زحمت میکشم ویدیوم بالا نیست. الان نیم ساعتش هم 40 دقیقه‌ش هم میکنه، شما نگران نباش. ما یه ساعتش هم اگه میخواین رکورد آپاراتو بشکنیم تو کامنت ها. رکورد آپاراتو بشکنیم فقط 1 سال طول میکشه آپلود شه. ناموسن آرسا تعطیله 112 میگم شده. کجی نیست آرسا. نه. نکن کو یه لحظه باگ خورد. یه پدرسگ بابا. داره منو میزنه. منم دارم. بی ناموس دلغک. یه اسکل پلشت. وایسا من قیب شم بیا. حاجی قیب شده. دیسیز زامبی. من اون آرسا چجور تو رو زد؟ تو دیدیش اصلا؟ آره بابا دیدمش به مولا. میزنی نمیتونستم بزنمش. داشو گلم قوی بود. خیلی قوی. همونو زدم. نوکرتم. نوکر داشتم. انفور بلک ای داشت؟ نه بچه ما کم دیر با کالاف آشنا شدیم نتونستیم ایونت بلک رو بگیریم. شدم پارکور باز تو کالاف باز. تو کالاف پارکور میزنه. منطقه. بچه اگه دوست من این دست اصلا کیلر تیم نیست. آرش همون منو زد. آره بیا. اومدم. داشمات داره. بیا من ریوایو بده. زدیش که بیا من ریوایو بده. این تو یا اونه؟ مردم. خیلی پوفیوزه. زدمش. داداش بله. کجا میری چیل دوزی؟ بگم من دیگه نیام آرش. چرا؟ دیگه با عشق داداشی. اومدم. به به پیاردی آرش کجا میری چیل دوزی؟ منم بیام. بیا دنبال آرمور میزن بینم کیلوز. این سیه نایی بتونم پیداش نوی کنم. دستم لیزه. بدم آرش ایدراب. اصلا 8 کیل داره. ناموسن شیری بابا. اسمو انداخت که ریوایو کنه ولی اومد لابی استارت کنه. ها بچه این دست من اگه کیلر نشدم دوستان میقابل خوشته شدی؟ این کرم داره آرسا. کجایی داداش؟ من خوبم تو خوبی؟ کجایی بیام چیل دوزی؟ بیایم بالا. این بالا ناموسن تو رو قرآن. بیا
بچه صدام گوش خراش شد دیگه به من ربطی نداره. آره بچه مک دارم. منو میبینید به من میگن سیاه بخت به من آقا من چرا اینجوریم؟ چی؟ یه جوریم. چجوریه؟ اونجوریم. تو چرا دور من داری میچرخی؟ دورت بگردم. سلام. بچه یه اسنایپ دارم، اگه میخواین ازش منتشو تو کانال بریزین؟ مگه کالاف ماینکرافته که میخوای اتشمنت بریزی؟ بدبخت. چه ربطی داره؟ اتشمنت میگم مود بیناموس چقدر پشمکه این. توی پشمک تو بودی پشمک. آرسا من دیگه نمیتونم، باید برم اودنمو لوت کنم. ها بچه ها بهشون فرصت داد، اشتباه کردم که بهت فرصت داد. من تر خوردم. تر گو خوردم. بچه تر گو خوردم و یادتون میاد؟ فعلا آپلود فکر کنم نشده. چه آپلودش کردم؟ فکر کنم مرد. به انم ببین این نشونه بیچوس و بیحال اینه که داداش بی پنده دارم به تو اوکی. آها یه دراپ افتاد جایی که کمپ کردم. کجا کم کردی شیبنگ؟ هایل هاوس. یه جا تو کون ما اینه آرش 30 تا انمی تو کونم. الان باید اینجا رو سانسور کنم. آقا هو من رفتم دیگه توانم نمیکشه. چرا هیچ کدوم فاینال آرش فایناله نرو تو کوچه های شهر. کرم دارم اصلا ناموس آرش اون آرسنال هم هست یا فقط ایردراپه؟ مردی بدبخت. آرسنال هم هست. آرسنال هم هست. خب شیری همه ایردراپ ها آرسنال. همه ایردراپ ها آرسنال همه ایردراپ ها آرسنال. اودن تو حضرت آرش آرسن کسی بمیره پاره. آرش حضرت آرش ما هممون زنده ایم. حضرتی حضرت آرش بسم سلام الله و بالله. حضرت آرش اودنمو برداشتم. منم اودن دارم شجون بلا. عمه داری عمه طلب چی میگه؟ من چرا دیوونه شدم؟ بچه ها من کرم دارم و فاینالی اگه این دست رو وینر کنی خیلی خوبه. آره با وینر کنیم منطقی. خب بریم وینر بشیم آجی. بزنش آرش. من دیدم یارو. من رفتم این تو. آرش این ور کم کرده بیا. زدیش؟ باشش مردم. بمیر. زدمت بدم سگرم زاده. خب اودن میزدی. ولی من یه اصلا من یه فشاری رو زدم آرسن. من کلر نشدم. اصلا وقتی فشاری غلط بخور تو موزه. بچه های موز اما موج پشت نه اما موج چیه؟ وینر پشماسی انگادو زد. وینر تموم. یه تکفر مونده. تکفر اچس داره اون یارو. وینر نزنتت جان حضرت عباسی مرد. بزنه این گانو متیک داره. بزنش پشمک. آرش چون میگم آرش مگه آرش اسمش وینر سنگه حالا یه وین انقدر خوشحال نشده بودم. آرش در سر پول من میره بالا. وینر ولی من من دوم شدم. بذار من برم بیام. دوم بخورا گرند مستر. بچه این نکنید وی بچه اگه دوست دارین بزنین به آینه تو کامنت ها بنویسید. بچه قبلا ناموسم پشمام ناموسم تو کانال روبیکام شاید بذارم. گوزم نداره. قبلا مامانم یادته گفت اگه
اینجوری من نمیگم. من وحشی شدم. اصلا اسکینه رو گرفتم. آه موزه بود. موزه. بچه خیلی من برم یه اسکین گانزو بزنم بیام. بچه ها اگه اسکین گانزو دوست دارید تو کامنت ها بنویسید. نوشتم. گوز دارم به چوخ میرم. اسکین گانزو ریدم بابا. حاجی بشمام. حاجی اشلی look at me. بچه اگه دوست دارید تو کامنت ها بنویسید. گوز اشتباه کردم که بهت فرصت دادم. بچه اگه دوست دارید تو کامنت ها بنویسید. اگه تو فهمیدین تو کامنت ها بنویسید. همه چی تو کامنت. این اسکینایی که میخوام بزنم تو کامنت ها بنویسید. نداد انفور بچه‌اش یعنی ممنون عشقای دل، مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. بچه کانال ما رو هم فالو کنید دیگه، خدایش ببینید فالو کن. دوستتون دارم. ناچ به کلتون تا ویدیوی بعدی. خدا